سلام، صبح بخیر. امروز قراره که یه ولاگ بگیرم و توی این ولاگ دوستام هم هستن، دو تا از دوستام. من که الان اومدم دنبال یکیشون، منتظرم که بیاد از بالا بیاد پایین. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. خب اینجا داریم میریم سمت آموزشگاه، چون که ما قراره که توی آموزشگاه تمرین داشته باشیم. من نوازنده ویولونم و قراره که با گروه گیتار که معلمش دوست خودم هست با همدیگه نوازندگی، یعنی هم نوازی داشته باشیم. اینجا هم که اسکله انزلیه، بعد آموزشگاه توی انزلی بود و امروز بلاگمون کلن توی شهر انزلی هستش. امیدوارم که لذت ببرید. خب قبل از اینکه بریم کار اومدیم تمرین کنیم تو بریم بچه ها، بریم بالا. باشه یه ما میریم دیگه بریم داخل. خب اینجا هم که خانم صبا رو میبینیم، دوست بنده با جدیت تمام داره به هنرجوش گوش میده. اینجا هم که نوبت اجرای پارت خودمه که دارم تمرین میکنم، قطعه پروازه. و اینکه من کلا نوازنده ویولون کلاسیکم، ولی دیگه حالا یه آهنگ پاپ هم میتونیم بزنیم. آره بگیم. تو بگو دیگه، ولاگ صدای تو باید باشه. داری میگیری شیما؟ ما در جستجوی غذاییم. چه زیباست. اونجا رو بگیم، ساعت داره. سنگم گل سنگم. خلاصه که ساندویچی پیدا کردیم، ساندویچی میخوریم با خانم صبا. خب صبا سلام. شیما پلاستیک باشه. خب داریم میریم، با هزار بدبختی بالاخره رسیدیم اینجا. درگیری حجاب و درگیری دیگه، خلاصه همه چی، بالاخره داریم وارد کاخ میشیم. چه خوشگله. عاشق اینم که اینجوری رو به رو همش حالت مستقیمه، خیلی باحاله. درختای پرتقال و خیلی هوا سرده، ولی خیلی یخ میزنم. این چه باحاله اینجا. اینا چیه؟ چیزای جنگل نوشته شده. بذار ببینم اینجا. چه خوشگله. فقط تیپ تو صبا، فقط تیپ تو. ما اینجا مجبور شدیم لباسامون رو با هم دیگه عوض بدل کنیم که اجازه بدن بیایم داخل. در همین تیپش ذره عجیب غریب شده. بله
خوشگله اینجا. این چی بود دیگه؟ تانک 4 نفره. فروغو میبینی؟ خوشحاله. فروغ میدونستی اینجا شاه پا گذاشته؟ اینجایی که تو پا گذاشتی؟ کجا باید وارد شی؟ چجوری؟ از کجا باید وارد شی؟ خب اینجا ورودی کاخه. بریم بچه ها در عملیات. اینجا اومدیم فیلم برداری، عکس برداری ممنوعه. ما هم سعی میکنیم که زیاد این کار نکنیم. فکر کردیم ولاگ از این میتونیم بگیریم ولی ممنوعه. حالا خالی نبودن عریضه اینو ببینیم. صندلی کیه؟ صندلی مربوط به فرمانده کشتی پرسپولیس می باشد. هیتلر کدومشونو میگی هیتلره؟ با اینجا چیز روشنه. چقدر دوست دارم گرم باشه بیاد تا اینجا. اینجا بود دیگه. یعنی ما توی آخری سرویس بهداشتی شاد محمد شما داشتیم. مثل یه جوری بگیرم این معلوم نشه. اوکی. کلا 6 تا کتابخانه عمومی. سر کلاهخود فتحعلی شاه. عجب. عزیزم شهید مدافع وطن 1310. فکر کنم همین آقا هست نه؟ آخه نه خود شاه چی میگی سنبا؟ دوزم هم داشتم چی؟ یعنی گفتگوی تمدن ها بین شما دوتا هیچی. آخه من فیلم بردارم. بیا من فقط میتونم زوم کنم. اینو خوب شد تیپ فقط تو بده من. اصلا تیپ فقط تو. مخصوصا پای پلاستیک پا. شیما یکی اینجا سیندرلاش کفش، این کفشش در اومده، پلاستیک کفشش فرار کرده. اینجا مشخص میشه.
چی؟ میگم مثل ملکه ها رو ملکه از زیر بگیرم. عروسی قرار بود اصلا عروسی داشتی میگه این توجی را میرفتی آها، یه سینه چرا اینجا اینجوری چیز داره؟ یه دیگه داره؟ مشخصه از این خانواده با کلاس میگه مشخصه که از این خانواده با کلاسا بودن. خدا نگاه شام قشنگ مشخصه با کلاسن از کجا؟ جوناشون این طرح کریستالن اینا چشه؟ اینا خانم اینا رو استفاده میکردن الان لب محمد دینا خورده چه خوشگله اینجا. بچه حرفا من فقط سانسور بازم همون ما گیر دادیم به همون. بکنم مال بچه ها بوده چه بوی بدی هم میده. اصلا رنگ اینجا بو ان میده نه بوی بد میده اما مجبورم اینجا ویدیو رو کات کنم. یه بار دیگه بگیم ما میگیم نه چه بوق بذاری بوی بوق. بعد اینجا اتاق مطالعه. یه سیندرلای دیگه اون توه. اتاق خواب رضا شاه. بهش میگفتن این رو زمین میخوابه که. ببین اون مال کیه؟ اون چرا گنده؟ مال خود رضا شاه. یعنی اینقدر گنده بود؟ نه راحتیه این سیسه بریم پنکه رو از هر موقع کارتون تموم شد بچه اون عکس چیزها کوچیک محمد رضا شاه محمد رضا شاهه یا نه؟ نه عکس کوچیک محمد رضا شاه آها راست میگی. من یه لحظه بگم احمد شاه بعد دیدم نه. خب چرا احمد شاه قاجار بعد تو اتاق خواب ما رضا شاه باشه؟ چه حرفیه من میزنم؟ همونجوری که قبلا من بهت گفته بودم. باز همون. اون همون زردا بود آره آره این خوبه. همون قهوه‌ای برای کیه نمیدونم. ببین تو رو خود ببین اون چی که دستشویی اون چیه شاید سرشونو میشستن. من سرشون میدونم. کسی میدونه این چیه؟ اگه میدونین کامنت بذارید. دستشویی عکس رضا شاه یعنی اتاق کار رضا شاه. دیگه بالاخره وقتی بارها بیای این اتاق کار عبدالحسین ترموتاش باشه طول لیدر نیار تو جمعه. نقشه گیلانه چه خوشگله بزن من از این بگیرم رش چشی؟ دکتی؟ کسو داری؟ کمایی کسو چه نمیشنم کما؟ دکتی کما راست میکمان ما داریم پله ها میریم پایین. خانم سرخیز من نگاه کن. من یه ملکم با من درسته حروف چینی و چوشانگی. چه خوشگلی.
چیه این؟ در جشن 2500 ساله. خداحافظیتون رو بکنیم. البته میریم تو حیاط هم دوباره فیلم میگیریم. حالا بریم چیزم این چی بود اسمش؟ این پلاستیکه، اینو دراریم دیگه. اینجا میتونیم راحت فیلم بگیریم که کاری ندارم به ما. این پلاستیکا رو ما در میآوریم و بعد میندازیمش این داخل. باش. خروجیه بچه اونور اسکله است. نه یه ذره بریم تا اون ته ببینیم چه خبره. من دیرم شده بعد همچنان دارم این برام میگردم. کی ترکید؟ عکاسی فیلم برداری ممنوع بود. ما به خدا من بازم دیدم خیلی ها فیلم و عکس گرفتن دیگه. آره من تو همین یوتیوب یه عالمه دیدم. من دوربینم آماده کردم برم تو منطقه نظامی الان عکس بگیرم. کجاست منطقه نظامی؟ نوشته منطقه نظامی عکس بردارم اینجا رو. اصلا میشه از اینجا اونورتر رفت؟ بچه شهر نخریم. برگردیم. ما برمیگردیم. اونور اسکله بود انگار. اسکله هم وقت نمیشه دیگه بمونیم. نمیشه؟ خب فکر میکنم دیگه به پایان ولاگ رسیدیم. دیگه باید لایک، فالو، سابسکرایب یادتون نره. الان من و شیما، خانم صبا سحرخیز تشریف میبرن سر کلاسشون. من و شیما باید بریم سر کلاس من خودم باید برم پیش استادم تو آموزشگاه جواب پس بدم. باز خودم این برام میگردم دیرم هم شده. وای خیلی سرده. ما چرا هر بار میایم انزلی اینجوریه هوا؟ وای ما اصلا شب کنسرت باید ولاگ میساختیم. مخصوصا پیاده روی که داشتیم. ما یه کنسرت رفتیم انزلی منطقه آزاد، بعد مهر ماه بود 29 مهر. بعد همینطوری بارون بود، سرد بود. بعد قشنگ ما ماشین رو یه جا پارک کردیم، یه مسیر رو پیاده رفتیم به خاطر اینکه این خانوم معتقد بود جا پارک پیدا نمیشه. دروغ میگم بگو دروغ میگی. بعد اومدیم دیدیم یه دونه ماشین کلا مونده و اونم ماشین ما. من چون نمیدونستم جاشون جاست. من نمیدونستم سالن همایش کجاست. ساعت 12 شب ما داریم پیاده منطقه آزاد رو میریم. اومدیم دیدیم وسط تاریکی فقط ماشین خوش گذشت که ماه. خوش گذشت. یخ زدیم. خاطره شد دیگه. آره. برو بابا تو که روی چیز بودی منو پوشیده بودی. آره من کفشن اینو پوشیده بودم. الانم تو پوشیدی. ببین پافر منو تو پوشیدی. والا سرد نبود ولی الان واقعا سرد. خیلی امروز سرده. آره ببین دیگه شیما میگه سرده، ببین چقدر سرده هوا واقعا. خب امیدوارم که لذت برده باشید از این ولاگ. اگر اسکله وقت شد و رفتم ویدیو میگیرم بهش اضافه میکنم. اگرم نشد که دیگه نمیشه دیگه. برای همین بچه ها بیان یه خداحافظی کنیم. خدافظ. خداحافظ.